السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و هموطنان گرامی، پیش از همه خداوند قادر و یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمتاش، از آن جمله برای بهترین، بالاترین و خوبترین نعمت رب العالمین، نعمت قرآن و ایمان است. الله تعالی را شکرانه خاص میگم و انشاءالله امیدوارم که از دنیا با قرآن و با ایمان رفتن نصیبان میگردانده باشد. زیرا ما محتاج الله، تمام انسان ها محتاج الله هستند، تمام مخلوقات محتاج الله هستند. الله تعالی محتاج هیچ کس هیچ چیز نیست، حتی محتاج عبادت ما و شما نیست، محتاج خوبی های ما و شما نیست، محتاج فرشته ها و پیغمبران نیست. همون سوره که ما میخونیم قل هو والله احد الله صمد، الله تعالی میگه که پیامبر بگو که خداوند یکتا هست و او خداوند احد یعنی یکتا است و او خداوند بی‌نیاز است. بی‌نیاز گفته از همه چیز بی‌نیاز است، از همه چیز، هر چیزی که در عقل ما میاد الله تعالی بی‌نیاز است. همه چیز، چی فرشته ها باشند، پیغمبر ها باشند، حیوانات باشد، حشرات باشد، انسان ها باشد، هر چی نباشد، زمین آسمان باشد، الله تعالی از اینها بی‌نیاز است، پاک است. برای همین ما بنده های محتاج، بنده های گناهکار از الله تعالی موردی از الله تعالی بخشش عفو میخواهیم. از الله تعالی امیدواریم که از دنیا با ایمان، از دنیا با قرآن، از دنیا با عمل صالح ما را بره و توفیقی با بهش رفتن هم نصیبمون بگردانه و اونم بازم با لطف کرم خودش، اگرچه ما یگان نماز خوانده باشیم، یگان کار خوب هم کرده باشیم و برای ما شاید فایده هم نداشته باشه که قبول حق هم نشده باشد. دوستای عزیز، درباره یکی از موضوعهای بسیار مهم، یکی از موضوعهای بسیار نازک میخواهم صحبت کنم. چند سال پیش هموطنان در این باره پیشنهاد کرده بودن، صحبت نکردیم، یعنی رنگی که پشیمانم شدیم، زیرا در وقت صحبت کردن بسیار خوب بود است، اما کمی شاید دیرم کردیم. اما به هر حال در این باره از چند نفرم شنیدم صحبت داشتن، اما میخوام هم در این باره صحبت داشته باشم و فکر نظر ما بگم و برای شما هم یک خاطره یا یک یادآوری در این باره بشود. موضوع این است که لواطت به یک نام میگیرنش، یا لیواطتش میگن، یا همجنسگرایی، یا بچه بازی، یا دختر بازی، یعنی دختر به دختر، بچه به بچه، بچه بازی، یا یک سه حرفیگه قطعا میگن گی ها، یا لزبیان ها یا لزبیانکه ها. خب یا که 4 حرف دارن کو LDPR با نگین که خطا کردی، او لعنتی که ای دنیا رفت کو ژیرنوسکی حزبی همو، یا قریب که رنگ همو حزبی همو اینام شد LGBT. با یک جایگه دیدم LGBT با یک قید دیگه هم اضافه کردن، با یک 3 دیگه هم اضافه کرده. نمیدونم اینا چی معنی دارن. اینا یک معنی دارن بخشون 4 5 حرف 6 7 کردن، اینا چی معنی دارن؟ هر یک حرف یک معنی خچه دارد. اما موضوعی گفتیم ما درباره همین موضوع بچه بازها، دختر بازها، هم جنسگراها هستند. هم جنسگرایی همین عملی نامشروع، نامعقول، نامناسب
در تمام جهان قریب هست، در تمام کشورها قریب هست، در تمام ملت‌ها قریب هست. این عمل نامشروع، نامعقول، یک عمل حرام، یک عمل نادرست من شدیداً محکوم میکنم و از همه کشورهای دنیا همچون یک انسان، همچون یک آزادی خواه، همچون یک حتی مسلمان خواهش میکنم و طلبم میکنم که علیه این ظهورات نامعقول، نامطلوب، نامشروع قانونهای سخت قبول کنن، حکمهای سخت ببرورن تا این عمل سر راهش بگیریم، این عمل شوم از بین ببریم. اگرچه شاید نتونیم، اما هر یک کشور باید وظیفه دار باشد، پیش خودش یک مسئولیتی بزرگ داشته باشد در همین راستا، در همین راستای همجنسگرایی، همین عمل نامعقول باید ما ببریم از بین. زیرا این عمل بسیار بد است، این عمل بسیار شوم است، عمل بسیار خطرناک است. این بیماری نیست، این درد تبابت شونده هم نیست، این یک مرضی بگیم هلاکت میکردگی است، این یک مرضی نسل تباه کننده یا که نسل از بین برنده هست. این همین چیز است. حتی قرآن پاک، قرآن حق، کتاب مقدسی ما مسلمان ها این عمل بسیار به بدی یاد کرده است. حتی اسلام ما این عمل حرام میدونه، این عمل حرام میدونه. انشاءالله ما در صحبت‌های بعد در این باره جزاش، در این باره بگیم که قانون‌هایی که در اسلام علیه این نفرها گفتگی است یا این گروه ها انشاءالله خواهیم گفت. من در اینجا میخوام از قرآن چند تا مثال بیارم. ببینید در قرآن قریب 14 سوره ده در باره حضرت لوط ذکر شدگی. لوط پیغمبری بود که قومش با همین عمل شوم گرفتار بود، دست داشت در همین عمل بچه بازی و دختر بازی. لوط علیه السلام در زمانی حضرت ابراهیم با لوط خشتبار بود. در زمانی قریب بگیم که حضرت ابراهیم علیه السلام اما اون در دیگر طرف، حضرت ابراهیم در دیگر طرف. حضرت لوط علیه السلام پیغمبر خدا بود. حضرت لوط علیه السلام دوست خدا بود. حضرت لوط علیه السلام فرستاده الله تعالی بود که گفته استم در 14 سوره قرآن نام لوط علیه السلام هست و در 11 سورش قومش هم در پهلوش است، یعنی نام یا ذکر قومش هم هست. چه فهمیده؟ سوره اعراف، انعام، هجر، انبیا، نحل، زاریات و دیگر سوره ها از لوط و قومش یاد میکنه الله تعالی که چخیل به عمل شوم قومش گرفتار شد. حضرت لوط علیه السلام از اونها خواهش میکرد، از اونها دعوت به عمل میآورد که به عمل شوم دست نزنید، عمل شوم بپرتوین، ترک کنین. شما مردا باید زن بگیرین، زنها باید شوهر کنین. اونا را شیطان وسوسه کرد. قوم لوط علیه السلام شیطان وسوسه کرد، همچون یک پیرمرد غمخوار، دلسوز، یک بزرگوار اجازت شان داد که شما در سفرهای دورین میتونید که مرد به مرد
بگیم که شهوت چه قانع بگردونه. اینا هم فکر کردن که این نفری ما را وصیت میکنه دوست الله هست یا که شاید یکون بزرگوار و فرشته و نفری مهم است که برای ما میگه. همچنین رفت اینا دیگر در سفرها اگر بعدی 3 و 4 می اومدن یا 6 خونه هاشون یا وطنشون دیگر میرفتن سال قطعی نمی اومدن. زنها به شوهر موندن و همچنین اومد با به شکل یک کمپیر زنها را گفت که شما میتونین در وقت شوهراتون نبودن با یکدیگر کمک بگیرین، یکدیگر قطعی شهواتتون خاموش بکنین. همچنین شید بچه بازی و دختر بازی، دختر به دختر یا زن به زن یا مرد به مرد. انا نگاه کنین که عاقبت اینا چی شید. عاقبت بچه بازی و دختر بازی میدونین که عذابی چه خیلی سخت اومد به بالای سر اینا. تا جای این بدبختا، این میگیم جزیره، این کثافتا و خبیثا گشنه و تشنه بدن که فرشته های عذاب خانه لوط علیه السلام اومد به شکل جوانی زیبا. این حراما، این بدبختا اطراف خانه لوط علیه السلام اومدن که ما را اجازت بده یا او مهمونات در اختیار ما قرار بده ما نفس پروری کنیم یا که شهوت ها اونا برآورده کنیم. شما ببینین آدم به عقلیش، یعنی که جزیریش کثیفیش که خیلی بگیم که حرام شده، احمق شده رفتن که نمیدونن که با چه راه خودشون قانع کنن یا خودشون آرام کنن. لوط علیه السلام هم نمیدونست که این مهمونا فرشته هم. بیچاره ترسید. غیب پیغمبرا هم نمیدونستن. غیر از الله هیچ کس غیب نمیدونه. پیش جادوگرا و فالبینا و نمیدونم ملاها شاید یکگون تش باشه که همچون ملا بگم من میدونم، نریم پیش هیچ کس. غیب هیچ کس نمیدونه. در خونه لوط مهموناش پیغمبر فرشته هن، در خونه پیغمبر فرشته مهمون شده نمیدونه، نمیشناسشون. تا وقتی که فرشته گفتن ای لوط حیران نشه، خواتیر نشه، پریشان نشه، ما فرشته های عذابیم، ما فرشته های عذابیم، برای این همیه را نابود کردن آمدیم. و الله تعالی گفت است که با لوط بگیم که شبانگاه ترکی این قریه کنه، این مکانش بکنه که عذاب ما برای اینا امشب میاد. و حتی الله تعالی گفته است که لوط با قومش، با فرزنداش، قومش گفته همون نفرایی که با او اگر که باور کردن یعنی ایمان آوردن و در عمل شوم دست نداشتن، غیر از زنش با خودش نگیرد، دیگرش بگیره از این مکان یا که از این منطقه بیرون شب و شب که عذاب ما امشب میاد. زنش خبرکش بود، رفت در محله خبر داد که بیا که در خانه ما 2 جوانی خوش آمدگی است. اون بدبختا هم به خاطر بگیم بچه بازیشون دویدن آمدن. لوط علیه السلام هم قومش گرفت، همون چند نفری که با این ایمان آورده بود و فرزنداش 2 دختر داشت. اگرچه جاش فراموش کردم، بعضی ها روایت میگن که لوط علیه السلام اونها را دعوت کرد، زاره کرد قومی همون بچه بازش که شما باید که با زنها نکاح کنین، یا این اگر که کدامین میخواین بین با دخترای من نکاح کنین. نکاح یعنی قانونی زندگی کنین، با مهمونای ما کاردون نشین. اونا گفتن نه، ما با دخترای تو کاری نداریم، با ختم کاری نداریم، ما را میدونی که ما چی میخواهیم، همون جوانا را میخواهیم. گشنه ها یا که همون کثافت های رذیلا هدفشون فقط همون شهوت پرستیشون از راه نادرست بود. بالاخره لوط علیه السلام رفت و عذاب الله تعالی بسیار سخت اومد، بسیار سخت اومد. من گفتم که شما بنویسین، شاید در یوتیوب پیدا کنین یا شاید بسیار خونده باشین که چه خیلی عذابی سخت اومد که حتی میگه همون شهر هم سنگ باران شد، با همون
شهری که همون بودن همون شهر فرشته عذاب گرفت برد از بالا سرکلپا چپا کرد. همه اونا وفات کردن. بعضیا میگن اون نفرها وفات نکردن، از همین امروز از همون نفرایی که به همون کار دست میزنن از همون قوم موندن. این خیلی گپ نیست. یگان تا اونا زنده نموند. اما شیطان زنده است که همونا رو همون شیطانی که وسوسه کرد امروز هم همون شیطان است که وسوسه داره که این عمل خوب است. او روز دیدم در یک خبر در امریکا یک زنی 42 ساله با خودش نکاح کرده است. شما ببینید جهله، شما ببینید نادانی را، ببینید یک از انسان بدنش دور زنی 42 ساله با کدامی میگشته است در 28 سالگیش از او جدا شده است و عهد کرده است در نزد قانون همون زکس خانه شون باشه یا که همون جایی که اینا به رسمیت نکاح میکنن، هر جایی را که بگن یا که بخوانی میکنن در همونجا با خودش عقد نکاح کرده است و سوگند یاد کرده است که با خودم خیانت نمیکنم. شما این را دیگر فکر کنین که جامعه با کجا میروه که زن باید شوهر کنه یا که مرد باید زن بگیره. وقتی این زن با خودش نکاح میکنه، در یک جایگاه دیده بودم یک مردم نگاه کنیم مرد با یک لفتک نکاح کرده. با یک لفتک چند ماه پیش بود، نمیدونم مردی کجا بود، منطقه فراموش کردم کدام کشور بود. هم خیلی زیاد میشه. ما در صحبت‌های پیشین گفتیم که زنها با درخت‌ها نکاح میکنن، زنها با سگ‌ها نکاح میکنن، زنها با همون هیکلش میگن یا که همون شخصای مردای صنعی نکاح میکنن، زندگی میکنن. حتی این بسیار یک بگیم که عملی بده. اینا را باید کشورها اجازه نتن به این کارها. زنها با زنها نکاح میکنن، این را رسمی کردگی هم بسیار جدا. اینا را باید اجازه نتن. خب صحبت ما در اینجا انشالله به آخر برسه. بود در این باره صحبت ما داریم، این آخران صحبت ما نیسته. فقط در اینجا بازم تکرارا میگم که عملی بچه بازی، عملی دختر بازی را من سخت محکوم میکنم. از همه کشورها طلب میکنم که اینا محکوم کنن به این عمل، هیچ نمود اجازت نتن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.